خدایا، آمدم مثل همیشه با دلی خسته و چشمی امیدوار. آمدم بی هیچ ادعا، بی هیچ کلمه‌ای که زیباییش در خور تو باشد. فقط آمدم تا با تو باشم. همین. تو از من آگاه تری از خودم. میدانی چه در دل دارم. حتی وقتی زبانم خاموش است. تو صدای اشکهایم را میفهمی و لبخندهایم را وقتی که حتی خودم نمیدانم چرا میخندم. ای معبودم، تو را صدا میزنم، نه فقط در سختی که در همین لحظه های آرامش هم. میدانم این آرامش هم از توست. این لبخند، این تپش امید، همه از دستهای گرم تو آمدند. خدایا، به من یاد بده چگونه در حضورت زندگی کنم. نه فقط وقت دعا، نه فقط در لحظه های اضطراب، بلکه هر لحظه، هر نفس، هر نگاه در آغوش تو باشم. ای پروردگار فراوانی و نور، کمکم کن دلم را از ترس‌ها پاک کنم تا برای رزق تو، برای بخشش تو، برای هدایت تو جا باز شود. اگر گم شده ام، تو راهنما باش. اگر سرد شده ام، تو آتش جانم شو. اگر تنها مانده ام، یادم بینداز که هیچگاه تنها نبودم، چون تو همیشه با منی. خدایا، این دنیا گاهی سخت می شود، گاهی حرف مردم، گاهی سکوت زندگی، گاهی بار خاطرات گذشته. اما من به تو پناه می آورم، چون تو امن‌ترین آغوشی هستی که می شناسم. ای خداوند رحمان، امشب یا امروز یا هر وقت که این کلمات را در دلم زمزمه می کنم، قلبم را بغل کن، فکرم را آرام کن و راهی را نشانم بده که در آن تو باشی، حتی اگر سخت باشد. مرا ببخش اگر دیر آمدم، اگر گاهی فراموشت کردم، اگر وقتی باید با تو حرف می زدم مشغول حرفهای بیارزش دنیا بودم. اما حالا اینجایم و این بودنم صادقانه ترین چیزی است که دارم. خدایا، باور دارم که تو همیشه در حال بخشش و محبت هستی و من فقط باید قلبم را باز کنم، باید بخواهم، باید بمانم. به من کمک کن از تردیدها عبور کنم، از حسرتها، از افسوسها، از چیزهایی که رفتند و دیگر بر نمیگردند. من میخواهم آینده‌ام را با تو بسازم، نه با سایه دیروزم. ای خدای صبور، وقتی هنوز دعایم مستجاب نشده، وقتی در سکوت مانده ای و من فقط منتظرم، یادآورم شو که شاید این سکوتت نشانه این است که رحمت بزرگتری در راه است.